جمله‌ای که از رسول خدا نقل میکنند که میفرمود من اعان ظالما سلطه الله علیه، هر که ظالمی را کمک کند خدا همون ظالم رو بر او مسلط میکنه. گفت این معجزه است. در تمام تاریخ ما دیدیم هر کسی که نردبان ظالمی شد بعد به دست همون ظالم ضربه خورد. یکی از علمایی که گول خوردن و نردبان شدن طولی نکشید، کشته شدن، تبعید شدن، خانه نشین هم شدن. بعد چهره واقعیش رو نشان داد. قرآن میگوید گول نخورید و هو الد الخصام. اون کسی که وعده آب و نان فقط میدهد دلسوز بشر نیست. اون کسی که آزادی بشر رو میخواهد اوست که طرفدار حیات و زندگی واقعی بشره. همونطوری که احزابی که وعده آب و نان میدن، اصلا ربطی به اسلام نداره، آب و نان هست، ولی این نیست که تنها زندگی آب و نان باشه. انسان که از حیوان پست‌تر نیست. حیوانهای آزاد و وحشی به جای خود، حیوانهای اهلی رو در یه اتاق حبس کنید، گرسنه باشد، غذا بگذارید مقابلش، وقتی میبینه در اتاق بسته است خودش به در و دیوار میزنه. یه مرغی رو، یه گربه‌ای رو امتحان کنید، وقتی میاد طرف گوشتی که برداره دائما اطرافش نگاه میکنه مبادا درها به روش بسته باشه. درها که بسته شد با همون شکم گرسنه از غذا و گوشت صرف نظر میکند، چنگ به در و دیوار میزنه. مرغی که حبس کنید. انسان که پست‌تر از یک حیوان نیست. انسان میخواهد آزاد نفس بکشد، آزاد زندگی کند، در مقدرات خودش مؤثر باشد. آب و نان که تنها وعده زندگی نیست، زندگی انسانی. ولی احزاب، افرادی که میخوان بر مردم مسلط بشن، اول از راه وعده شکم، یعنی انسان به اینقدر تنزل میدن، آیین میارن، فقط شکم، فقط شهوات. همونطوری که احزاب شب دنیا رو میبینیم تنها تمرکزشون رو وعده شکم. بعد چی؟ بعد حکومت طبقه کارگر، یعنی اول دیکتاتوری، اول بدبختی بشر. دیکتاتوری پروتالیا. اشتباه میکنن، بشر تنها زندگی نیست. شما وقت افطار شکم گرسنه، لب تشنه، کسی منزلتون دعوتش تون کند و سر سفره غذای آماده باشد ولی به شما اهانت بکند، از غذا و زندگی او صرف نظر میکنید. یعنی به کرامت شما، به حیثیت شما تجاوز شده. این انسان آزادی میخواهد، انسان کرامت نفس میخواهد، انسان میخواهد راهش باز باشد، تنفس کند. الد الخصام ها، اونهایی که خودشون به طرفدار مردم میدانند و سوگند یاد میکنند، یشهد الله علی ما فی قلبه، اینها همین قدری که از این نردبان بالا رفتن یا پاشون رو سفت کردن، اون وقت یک رضا شاهی از کار در میاد، به همه چی میتازه. نه به زندگی مردم رحم میکند، نه به حیات مردم، نه به آزادی مردم. فقط مأمور راه رو باز کنه برای اونهایی که او رو مسلط کردن. و اذا تولی سعی فی الارض لیفسد فیها و یهلک الحرث و النسل. وقتی که زمام کار رو به دست گرفت یا از مردم روی گردان، تمام کوششش این است، همه کوششش سعی فی الارض، هم نسل فاسد کند، از میان ببرد،
افکار را، اندیشه ها را، اخلاق را، انسانیت را، کرامت ها را و هم زراعت را. دستش رسید همه را می‌سوزانه. من در همین اواخر که در تخت بیمارستان شهربانی بودم، این حوادث پشت سر هم در خارج، در تهران، در شهرستانها روی میداد. آخرین سخنرانی این مرد مستبد رو وقتی شنیدم، شاید آخرین سخنرانی شد. مضمونش این بود، عین عباراتش شاید در روزنامه ها باشد. گفت یا تمدن عظیم یا همه چی باید آتش بگیره، آتش سوزی و کشتار. همونجا من لرزیدم، متوجه شدم که این چه خواهد کرد، چون لحن گفتار و اندیشه های این شخص سالهاست میدانستم. طولی نکشید، فردا